مدارس آموزش رانندگی یکی از بزرگترین کلاهبردارهای دنیا، ولی آقای واکر کاری کرد که 80 برابر بیشتر از اونا پول در آورد، اونم با اینکه آموزش رو مجانی میداد و آخر کار حتی به هنرجوها $200 جایزه میداد. عجیبه نه؟ ولی یه نکته مهم داشت. هنرجوها باید $1000 به عنوان ودیعه ایمنی میدادن. اگه تا 1 سال رانندگی بدون بیش از 2 خلافی داشتن، پولشون رو پس میگرفتن با $200 جایزه. ولی اگه خلاف زیاد میکردن، آقای واکر اون پول رو نگه می داشت. هنرجوهایی هم که نمیتونستن نقد بدن قسطی میپرداختن، ماهی $110 و آقای واکر از این قسطا هم پورسان میگرفت. از اون طرف شرکت های بیمه تخلفات رانندگی رو پیگیری میکردن و بابت معرفی مشتری بهش پول میدادن. حتی نمایشگاه های ماشین هم بهش پورسان میدادن، چون هنرجوها رو میفرستاد سمتشون برای ماشین با پیش پرداخت صفر. اما جادو نبود، استراتژی بود. به ذهنیون بپیوند و بازی رو خودت کنترل کن.